توی ویدیو امروز اومدم بهتون آموزش میدم که چجوری میتونید از پلتفرم FUU VIP درآمد کسب بکنید. دوستان توی مرحله اول دو تا گزینه داریم، ثبت نام با ایمیل و ثبت نام با شماره تلفن که با توجه به شرایط خودتون هر کدوم رو که خواستید میتونید انتخاب بکنید. قسمت اول ایمیلمون رو وارد می‌کنید، پایینش رمز عبور و دوباره رمز عبور. اینویشن کد یا همون کد زیر مجموعه گیری هم میتونید خودتون قرار بدید یا اینکه به صورت اتوماتیک براتون پر میشه. روی گزینه ساین اپ میزنید و ثبت نامتون رو انجام میدید. زمانی که وارد پلتفرم شدیم یک همچین فضایی رو می‌بینیم. این گزینه بالا رو که انتخاب بکنید میتونید زبان‌های مختلف رو بزنید که زبان فارسی رو هم داره و این گزینه سمت چپش رو هم که بزنید پشتیبانیش رو داریم می‌بینیم که هم تلگرام دارن و هم واتساپ و چنل تلگرامشون هم اینجا برای ما قرار دادن. اول از همه توی بخش VIP که وارد بشیم یک همچین گزینه‌هایی رو می‌بینیم که می‌بینید برای ما نوشته که VIP یک روزانه چقدر بهمون پرداخت می‌کنه، VIP دو روزانه چقدر بهمون پرداخت می‌کنه و این دیلی پروفیت درآمدی هستش که هر روز به ما هر کدوم از این VIP ها میده که قیمتاش رو هم پایینش برای ما نوشته. حالا با توجه به مقدار سرمایه‌ای که می‌خوایم بذاریم روی گزینه ریچارج کلیک می‌کنیم، بهمون یک آدرس USDT یا همون تتر TRC20 میده. می‌تونیم آدرس رو کپی بکنیم یا بارکد رو اسکن بکنیم و از طریق هر والتی که داریم هر مقدار پولی که می‌خوایم واردش بذاریم که من اصلا بهتون این موضوع رو پیشنهاد نمی‌کنم. زمانی که پول رو گذاشتیم روی گزینه ریچارج کامپلیتد می‌زنیم و وارد وبسایت میشیم. الان من مقدار پول گذاشتم تا VIP 2 برام فعال بشه، پس VIP 2 رو از این قسمت انتخاب می‌کنم و من رو وارد صفحه تسک می‌کنه. می‌تونم روی گزینه تو کامپلیت بزنم تا این $12 رو دریافت بکنم. همونطور که می‌بینید یه لودینگی برای من انجام میشه و زمانی که لودینگ تکمیل شد موجودی من رو افزایش میده بچه‌ها به همین سادگی. و این قسمت بالا هم برای من نوشته که چقدر زمان میبره تا دوباره بتونم تسک انجام بدم. روی گزینه تیم هم که بزنیم مربوط به زیر مجموعه گیری هستش که می‌بینید کد زیر مجموعه گیری و لینک زیر مجموعه گیری من رو این قسمت قرار داده که شما هم میتونید از این قسمت کپیش بکنید و برای دوستانتون بفرستید. برای برداشت پولتون هم فقط کافیه که روی گزینه ویدرا کلیک بکنید و میتونید این قسمت مقداری که می‌خواید برداشت بزنید رو وارد بکنید. قسمت پایین هم باید آدرس USDT یا تتر TRC20 تون رو وارد بکنید که خب من وارد تراس والت هم میشم. همونطور که می‌بینید از اینجا دقیقاً USDT TRC20 هم رو میتونم کپی بکنم و توی این بخش واردش بکنم. این قسمت پایین هم رمز عبورم رو قرار میدم و روی کانفرم کلیک می‌کنم. خب بچه‌ها اینم از برداشت ما همونطور که دیدید به راحتی و کاملا آنی به حساب ما وارد شد.